همین رقم که ما زحمت میکشیم، امید است که به کسی که رای میتیم زحمت بکشه و به خاطر امنیت افغانستان، اقتصاد افغانستان، با ورزش افغانستان خدمت بکنه. امسال تازه 18 خود پر کردم و میخوایم به کاندید مورد نظرم که ما با او باور دارم که یعنی واقعا میتونه آینده مرا بسازه، در او رای بدم بدون مجبوریت از اینکه من از طرف فامیل مجبور شده باشم که برای یک نفر رای بدم. در این 18 سال زندگیم، بخصوص در 2 سال آخر، بهترین دوستایم از دست دادیم که در جنگ انتحاری از بین رفتن و چیزایی هم که به دست آوردیم در مقابلش، مثلا مدالایی که در 2 سال داشتم. ولی میخوایم در آینده این چیزایی که از دست دادیم دیگه نتونم از دست. کلا دوستایم همه پیشم باشن. من بسیاری از چیزا را از دست دادم در وقت حکومت اشرف غنی. در وقت حکومت کرزی وظیفه بود به دختر خانم‌ها، به پسران، به جوانان بسیار وظیفه بود و در وقت حکومت اشرف غنی بسیاری از جوانان ما از وظیفه پسماند شدند. خب کسی را که من انتخاب میکنم، من از او خواسته‌های بسیار زیادی دارم و منم یکی از او خواسته امی است که من به آرزوهای خود، به امیدهای خود برسم، چون تا اینجا که ما رسیدیم بسیار به مشکل رسیدیم، اما ایرا من میفهمم وقتی که طالبان با دولت یک جای شود این خواستهای از بین میره.